إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران خیلی عزیز و گرامی، پدران و مادران، خواهران بسیار گرامی، الحال ما در پخش مستقیم قرار داریم و انشاءالله تا زمانی که یا تا لحظه‌ای که توانایی و قوتمان باقی باشد، من با شما انشاءالله از سوالهایی که پیشم هست جواب میگردانم و پیش از این سوالها هم با شما یک حدیثی را هم معنا هم میکنم. از این لحاظ همیشه برادران عزیز و گرامی در این لحظه ها با ما باشید تا این ساعتی که از الله امید است که اجر و ثوابی بی نهایت زیادی دارد، ماها بی نصیب و بی بهره نمانیم. سوال دیگر، من در روسیه با یک دختری روس هستم. او اسلام را قبول میکند ولی مادرم اجازت نمیدهد با او خانه‌دار شوم. من چیکار کنم؟ ما یکدیگر را دوست می‌داریم. این برادرمان خواهر بگیم یک زن روس که میگه اسلام قبول میکند و ما یکدیگر را دوست می‌داریم، میخواهیم زن شوهر شویم ولی مادرم اجازت نمیدهد. من این سوالها را تکرارا که شود گفته بودم که دادرای عزیز، وقتی شما زن میگیرین، اولا من همه شما را مصلحت میتونم که از تاجیک خود ما میگیرین، از دیگر ملت نگیرین. برادرایی که از دیگر ملت زن دارین، از این گپی من ملال خفه نشوین. یعنی کار شما را من نمیگم کاری نادرسته، الله برای شما رخصت داد است که شما از ملت هایی که اهل کتاب باشند، اگر به شرطی که رعایه کنن، رعایه که من زنداری های در روسیه را دیدم که با همون لباس هایی که قریب 70-80% بدنش عریانه، هر بگاهی مست می آید، در تمامی بگیم شب نشینی ها اشتراک داره، بغیر این شوهر کردگیش با بخودش اصطلاح های امروزه قطع لباونیک داره. این برادر عزیز، این زنداری نیست و الله مهربان با این شکل شما را نگفته است که زن بگیرین. این یک دیوسی هست برادر عزیز. از این لحاظ اون محیطی که اونها کلان شدن، تربیه که اونها گرفتن، اونها برای همون مردم خودش زیبنده. بگذار یگان مردی روسی که مسلمان می شود، یگان زنی روسی که اسلام قبول کرد، اونها با یکدیگر ازدواج کنن، انشاءالله نیک از خوبه. لیکن شما دادرای عزیز، هیچگاه این مصلحت منه، برای که بسیاری از برادرها من که در کتاب خوانده بودم، یکی در او جمع را گفتن که دوران وقتی که تا چنده که حاضر شما قوت دارین، قدرت دارین، گپ در دهن تونه، پول در کیسه تونه، وای برای شما زنی میکنه. ولی میده عمرتون با 40 و با 50 که رفت، ها میگن که هم در جایی که آب رفتگی بود با آب میروه، از همون جاک با همون کستومک تا در دستت میتاو،
او همون خیل مردم بوده است. میگه که برا مقصد برای خود یگان جا و یگان مکان دیگر را بیاور که مقصد دیگر من دیگر احتیاجی به تو ندارم. من یگان 4 سوم پنسیه همی حکومت میتم دیگر تام یک پنسیه خرید بگیم یک تیاره خرید دیگری تو چیکارت میکنی؟ مقصد یک سگه که دیگر را میخره میگن امی امرم بسه برای من جوابت میتم میای. چندین بچه هم خیل شدن. بر همین داداره از من از برای خدا برای شما گپ میزنم. مرا یگان نزدیکا و اولادان زنی عروس نگرفتن که بگویی آدم جبر دیده. من از دهن خودتان چیزهایی را که شنیدم و امروز دلم به همین ملت خودم میسوزد، زیرا که در اینجا هم دخترهای زیادی هستند که اونها انتظار شما هم. شما به این مقصد نرفتین در اون ملکا که فقط دنبال هم زنای عروس بگردین، ایسا عرق نوشی کنین، ایسا زیناکاری کنین، ایسا زنگیری کنین. شما برای تکنان رفتین. الهی مهربان همون نان و همون مال که نصیبتان کرد بیاین در اینجا هر آبادی داری در اینجا که هر دخترکی را که میگیری از خودمان بگی در همه روزهای وزبینی و سبکیت این مردم همراه تای، این زبانی ترا میفهمه، یا همه ما یک تربیه داریم. ما در یک خانه بگیم هممون کلان شدیم یا دیگر را نه از میفهمیم. با وقتی که مادرت ناراضی باشه، وقتی پدرت ناراضی باشه، دادر خواهر از این کار نکنی، زیرا راضیگی اینها راضیگی الله های، غضب اینها غضب الله های. هر کاری را میکنی وقتی پرسیدی من جواب تا گفتم برادر عزیز، او عشقت او دوستداریات همه گفتی نه برادرای خوجندی ما وقتین چای گفتی روسا یا همو ورمیان کای میگذره میره. و برادر عزیز اگر این عشق پاینده میشید همو لیلی و مجنون دا فایده میکرد. برای این عشق این محبت به خالقت بکن و این مسئولیتی که من برایت دادم انتخاب که این برایت خوبه و این فقط برای این است، برای همه برادرایی که من از صدا میشنوین از همین ملت خودمان بگیرین، یاردم میشود. شما میدونید که حاضر در خودمان زنها نظر به مردها زیاده، زیرا که خدای مهربان هم این یکی از نشانهای قیامت همین است، گفت که ولی آیسته آیسته سر یک مرد 50 زن تغری میاد. حاضر آیسته 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 بینید که اکثرا زنها در ما زیاد چیدگی، بیاین اینها را مقصد بزنی بگیرین، با اینها خاندار شوین، خدا خواه برکت میوین. برادرای عزیز و گرامی، من زنهای را میدانم که همون اسلام به خاطر همون یگان امکانیتی قبول میکنم و اسلام شونم باور که بعضیش نباشد اکثرتش رویکیه، به خاطر که همین حاضر با تو ازدواج کنه بعد دیگه میبینی در دوام که اسلام داری او چیه. پاسپورت دستت که گرفت بگه دیگه پدر و مادر تا فراموش که هوش و گوشت در زندگی من بگی اونجا علاقه دیر میشود. خداوند توفیق